عزیزانی که با فضاهای مجازی زیاد کار میکنن که در امروزه خیلی مبتلا به هم هست عنایت داشته باشن که تمام آنچه که انسان به سرعت در فضای مجازی از زیر چشمش رد میشه اونا اثر عمیق میگذاره. مرحوم آیت الله آصف محمد حسینی تهرانی رحمت الله علیه ایشون در اون کتاب معادشون نقل قول میکنن از یکی از عرفایی که خیلی قدیم در قرون خیلی گذشته از دنیا رفتن. در کتابش می‌نویسد که به من فهمانیدند که انسان بعد از مرگ 500 سال طول می‌کشد تا بتواند تمام اون آلودگی هایی که در اثر عمر دنیا بر نفس خود وارد کرد پاک بکند، اگر بتواند. تازه اگر اهل سعادت باشه. بله اهل سعادت باشه. بعد استشهاد میکنند با آیه شریفه ان یوما عند ربک که الف سنه مما تعدون، که این تازه نصف روز ربوبیه. یعنی انسان در اون عالم که وارد میشود به اندازه نصف روز که میشود 500 سال به حساب دنیا طول میکشه. یعنی چی؟ یعنی نفس انسان انقدر لطیفه، انقدر آینه‌ای است که هر کدورتی تأثیر میگذارد بر او. والا این آینه قطعا توحید در قلب انسان نشان میداد. بنابراین انسان خیلی باید مراقب باشه.